داستان عذاب قبر. یک دختر مؤمن و حافظ قرآن. دوستان، امروز برای شما داستان عذاب قبر دختری مؤمن را روایت خواهم کرد که حافظ قرآن بود و از طریق خیاطی امرار معاش می کرد. او چه گناهی مرتکب شده بود که پس از مرگ چنین عذاب سختی بر او نازل شد؟ از آنجایی که او دختری بسیار با ایمان بود، شنیدن ماجرای عذاب قبرش همه اهالی روستا را شوکه کرد. پس از مرگ آن دختر حافظ، وقتی اهالی روستا از زبان مادرش درباره گناه او شنیدند، کاملاً مات و مبهوت شدند. اما آن دختر حافظ و با ایمان چه گناهی مرتکب شده بود که همه تا این حد شگفت زده شدند؟ کریمزون را همه باید ببینند و از آن پند بگیرند، وگرنه ممکن است عاقبتی در انتظار شما باشد که هیچ کس تصورش را هم نمی کند. بیایید ببینیم در قبر آن دختر خیاط نیکوکار و حافظ چه اتفاقی افتاد که عذاب قبرش همه روستاییان را متحیر کرد. زندگی فاطمه، دختر حافظ و شروط خیاطی او. در منطقه دورافتاده‌ای از یک روستا، دختری به نام فاطمه همراه مادرش زندگی می‌کرد. پدرش سالها پیش فوت کرده بود. مادر فاطمه او را حافظ قرآن کرده بود. همچنین او را به مدرسه فرستاده بود و به او کار با چرخ خیاطی را نیز آموخته بود تا بتوانند با دوختن لباس برای مردم زندگی خود را اداره کنند. فاطمه دختری بسیار سخت کوش بود. فاطمه برای پذیرفتن سفارشات خیاطی خود شرط‌هایی داشت که هرگز از آنها کوتاه نمی‌آمد. همین چند روز پیش بود، زمان از عصر گذشته و نزدیک غروب شده بود. دو زن مدتی طولانی نزد او نشسته بودند و بارها از فاطمه خواسته بودند که لباسهایشان را بدوزد. اما فاطمه با یک کلمه پاسخ داد که نمی‌تواند لباسهایشان را بدوزد. آن دو زن از فاطمه التماس کردند و گفتند: فاطمه، تو لباسهای همه را زیبا می‌دوزی، لطفاً برای ما هم بدوز. ما پارچه‌های بسیار گرانبهایی خریدهایم و نمی‌خواهیم این پارچه‌ها و طرح لباسهایمان توسط یک خیاط بدکار خراب شود. تو با هزینه کم لباسهای بسیار زیبایی می‌دوزی. فاطمه گفت: اما من لباسهایی با طرحی که شما می‌خواهید نمی‌دوزم. در آن طرح پشت لباس تا حد زیادی باز می‌ماند و در طرح شلوار هم پاها تا بالای مچ دیده می‌شود. توبه توبه، من چگونه می‌توانم چنین لباسهایی بدوزم؟ و با صراحت از دوختن آن لباسها امتناع کرد. آن زنان گفتند: ما 1000 تومان به تو می‌دهیم. فاطمه از پشت چرخ خیاطی بلند شد و گفت: نه خواهران، من این نوع لباسها را نخواهم دوخت. مادر فاطمه از آن دو زن برای رفتار دخترش عذرخواهی کرد. پس از رفتن آن دو زن، مادر فاطمه به او گفت: دخترم، چرا روزیایی را که خودش به در خانه آمده پس میزنی؟ اگر لباسهایشان را میدوختی، 2000 تومان به تو میدادند. فاطمه گفت: مادر، من نمیتوانم برای کسی لباسهای باز و مستهجن بدوزم. فاطمه برای وضو گرفتن رفت و مادرش نیز ساکت شد. سلیب، زا سختی‌های زندگی و مصیبت. بن و من نلاس مورد نیاهی را فراهم کرد. سپس مادر فاطمه برای او پسری خوب به نام عبدالرحمن پیدا کرد و او را به ازدواج فاطمه درآورد. مادر فاطمه گفت که می‌خواهد دختر و دامادش در خانه خودش زندگی کنند و خانواده عبدالرحمن نیز موافقت کردند. بلکمیل شوهر فاطمه هر چقدر هم که درآمد داشت، باز هم زندگی آنها با سختی می‌گذشت و فاطمه هنوز هم مجبور به خیاطی بود. یک روز فاطمه باردار شد. کار خیاطی برایش بسیار دشوار شده بود. از طرفی فاطمه خبر خوشحال کننده فرزندش را داد و از طرف دیگر عبدالرحمن به خانه آمد و گفت که از کار اخراج شده است. فاطمه شروع به گریه کرد، اما عبدالرحمن او را دلداری داد و هر روز برای پیدا کردن کار بیرون می رفت، اما کاری پیدا نمی کرد. وضعیت به همین منوال ادامه داشت
تا اینکه روز موعود فرا رسید و فاطمه یک دختر زیبا به دنیا آورد. به طرز عجیبی با تولد دختر، عبدالرحمن بلافاصله کار پیدا کرد. اما مالک آنجا فردی بسیار سختگیر بود و با کارمندانش بسیار بیرحمانه رفتار می‌کرد. وقتی دختر فاطمه کمی بزرگتر شد، فاطمه دوباره شروع به خیاطی کرد. او از تکه‌های پارچه‌ای که از لباس‌های مشتریان اضافه می‌آمد، برای دخترش پیراهن می‌دوخت. زندگی آنها به همین شکل می‌گذشت. مصیبت دیگری به زندگی آنها وارد شد. یک روز فاطمه از پله‌ها افتاد و سرش شکست. خونریزی آنقدر شدید بود که مادر فاطمه با دیدن آن با فریاد شروع به گریه کرد. عبدالرحمن که آن روز تعطیلی هفتگی برای کسب درآمد اضافی به سر کار رفته بود، سریعاً کلید کارخانه را در جیبش گذاشت و به خانه آمد. گم شدن کلید و ماجرای باز کردن قبر. پس از دفن فاطمه، همه به خانه‌های خود بازگشتند. شوهر فاطمه تصمیم گرفت 2 یا 3 روز آینده به سر کار نرود و از دختر کوچک و مادر پیر همسرش مراقبت کند. همین که شوهر فاطمه دستش را در جیبش برد، کلید کارخانه را پیدا نکرد. او بسیار نگران شد و به یاد آورد که کلید از جیبش در قبرستان افتاده است. در همین لحظه صاحب کارخانه تماس گرفت و گفت: فردا صبح همه را سر کار می‌خواهم. همین حالا بیا خانه‌ام و کلید را بده. عبدالرحمن مجبور شد تا صبح کلید را پیدا کند. پس از فکر زیاد، او ساعت 12 شب به قبرستان رفت. او شبانه به همان قبری رفت که عصر همسرش را در آن دفن کرده بود و شروع به کندن قبر با بیل کرد. نگهبان قبرستان نزد او آمد، اما وقتی دلیل کار عبدالرحمن را فهمید، به او کمک کرد. وقتی قبر کنده شد، چشمان هر دوی آنها از تعجب گرد شد. نگهبان فوراً شروع به ریختن خاک بر روی قبر کرد. نگهبان گفت: همسر تو چه جور زنی بود که در قبرش چنین عذابی است؟ آه، شوهر فاطمه نمی‌توانست چشمانش را باور کند. همسر او زنی بسیار نیکوکار و پرهیزکار بود. عبدالرحمن با بیتابی شروع به گریه کرد. همسر من چه گناهی مرتکب شده بود که چنین مجازاتی می‌بیند؟ نگهبان گفت: خودت با چشمانت عذاب قبر را دیدی که نامی از تمام شدن ندارد و چقدر وحشتناک است. توبه و استغفار کن و اگر گناهی کرده است، آن گناه را جستجو کن تا بتوانی برای روحش مغفرت طلب کنی. افشای گناه و برداشته شدن عذاب. عبدالرحمن گرگریان به خانه بازگشت و تمام اتفاقات را برای مادر همسرش تعریف کرد. آتش بر لبان فاطمه شعله‌ور بود و او به طرز وحشتناکی جیغ می‌کشید. لبانش به طرز وحشتناکی سوخته بودند، در حالی که سایر اعضای بدنش سالم بودند، اما لبانش سوخته بودند. من نمی‌فهمم چرا فقط لبانش می‌سوخت. او همیشه با همین لب‌ها ذکر خدا می‌گفت. او هرگز با لبانش غیبت کسی را نکرده بود. صبح بعد مادر فاطمه به عبدالرحمن گفت نزد امام جماعت برود و هر آنچه را دیده تعریف کند. امام جماعت به خانه آمد و از مادر فاطمه پرسید: آیا فاطمه هرگز غیبت می‌کرد یا سخنچینی می‌کرد یا گناهی را با دهانش مرتکب می‌شد؟ آیا امانت کسی را نزد خود نگه می‌داشت؟ مادر فاطمه گفت: او فقط یک کار عجیب می‌کرد و آن این بود که به جای استفاده از قیچی، نخ را با دندانهایش می‌برید و تکه‌های نخ باقی مانده در دهانش را می‌جوید. من فقط در این کار نخ را در دهانش دیده بودم. سپیس امام جماعت گفت: شاید این مجازات او به دلیل بریدن نخ با دهانش باشد. تکه نخی که پس از دوخت باقی می‌ماند، امانت آن شخصی است که مزد خیاطی را می‌دهد. بازگرداندن تمام وسایل باقی مانده از جمله نخ پارچه برای او ضروری بود. بهتر است شما با کسانی که فاطمه برایشان لباس می‌دوخت ملاقات کنید و برای این گناه او حلالیت بطلبید. مادر فاطمه بسیار آشفته شد و فکر کرد که این یک مسئله کوچک بود،
اما به دلیل آن فاطمه چنین عذاب سختی را می‌بیند. سپس مادر فاطمه کسانی را که فاطمه برایشان لباس می‌دوخت در خانه خود جمع کرد و این عادت کوچک فاطمه را برای همه شرح داد و برای مغفرت فاطمه از همه حلالیت خواست. مردم فاطمه را بخشیدند. شب بعد عبدالرحمن دوباره نزد نگهبان رفت و هر دو با هم شروع به کندن قبر کردند. پس از کندن قبر دیدند که قبر فاطمه کاملاً خوب است و بوی خوشی از آن به مشام می‌رسد. مجازات از او برداشته شده بود. کلید داخل قبر بود و عبدالرحمن آن را برداشت. وقتی مردم روستا این را فهمیدند، همه شگفت زده شدند. همه فکر می‌کردند که چنین دختر پرهیزکاری به خاطر یک اشتباه کوچک چنین عذاب بزرگی را تحمل کرده است. پس از این حادثه، همه مردم روستا توبه و استغفار کردند و در مورد امانت بسیار آگاه شدند. همه فهمیدند که یک تکه نخ کوچک نیز بخشی از امانت است و حساب آن تا قبر ادامه خواهد داشت.